حاجی یاد یه چیزی افتادم اول رابطمون یه دختر پرخاشگری بود داد هر چی میشد مثلا میگفتم سارا لیوانو بده مثلا حرف نمیزد دفعه دوم گفتم سارا لیوانو میگفت باشه دیگه من میگفتم سارا داد نزن ببین این دو سال ما سر این که به سارا همیام میگفتم داد نزنمون گذشت 2 سال رابطه ما اینجوری گذشت آره سارا آروم باش عزیزم بعد بعضی وقتا مثلا یهو دیگه خیلی عصبی میکرد منو چندین بار یهو دیگه منم از کوره در میگفتم سارا آروم باش بعد یهو سارا میگفت داد نزن اصلا عجیب ترین روزها رو داشتیم الان آرومم الان واقعا بهترش الان یه لحظه داد زد یاد اون موقع افتادیم گفتم سارا یادته اینجوری میشد اون موقع من دوران پرخاشگریم بود بابام بهم میگفت بزرگش کردم از سن بلوغ دست منه